اینجا داره توان تحمل نشون میده، حضرت آزادی رو نشون میده، عقلانیت نشون میده، مقدار تحمل اشخاص نشون میده. این چقدر صحنه زیبایی است واقعا، چقدر صحنه، یعنی همه چیز داره به آزمایش گذاشته میشه. این صحنه مردانگی، صحنه آزادگی، صحنه تجلی عشق، سبقت میگرفتن بر یکدیگر. مرگ را تحقیر میکنن اینا، مرگ خیلی خفیف میشه. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. سبقت گرفتن نمیخواد راه نزدیکتر کنه، کجا میخواد بره؟ به کوی دوست. وصل دعائي بالإجابة وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا